کار کافی بود تا همه چیز فرق کنه. یادم بچه که بودیم برادر بزرگترم یه دوچرخه خیلی خوب داشت، خیلی خوبه، که عصای دستش بود. باهاش میرفت دبیرستان و میرفت خرید مامان و این ور اون ور. یه روز دقیقاً الان خاطرم نیست که در مدرسه‌اش دوچرخه رو قفل کرده بود یا جای دیگه‌ای. بعد که برگشته بوده دیگه دوچرخه‌ای وجود نداشته. هم خودش خیلی ناراحت بود از این واقعه و هم خیلی مورد شماتت پدر مادرم قرار گرفت. تا تقریبا فکر می‌کنم کمتر از 1 سال از این داستان میگذشت که برادرم کاملاً اتفاقی دوچرخه خودش رو زیر پای آدم دیگه می‌بینه و با پدرم تماس می‌گیره که دوچرخه‌مو پیدا کردم. پدرم هم سریع خودش رو میرسونه و همراه اون آقا میرن کلانتری برای شکایت و بعد از چند روز میرن دادسرا. این آقا فاکتور یا رسیدی نداشته مبنی بر خرید این دوچرخه، ولی پدر من اتفاقا رسید خرید دوچرخه رو هم داشت. اما در نهایت قاضی حقو به پدر من نداد و نتونستن دوچرخه رو پس بگیرن. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که چطوری شما که مدرک داشتید چرا قاضی حقو به شما نداد؟ چون توی رسیدی که پدر من داشت متاسفانه سریالی که از این دوچرخه ثبت شده بود فقط یک شمارش اشتباه درج شده بود و همخوانی با سریال روی بدنه دوچرخه نداشت. به همین خاطر نتونستن بر حق بودن خودشون ثابت بکنن و یادم پدرم چقدر حسرت خورد که ای کاش اون زمانی که داشتم رسیدو میگرفتم سریال بدنه دوچرخه رو با سریال نوشته شده توی رسید یه بار چک می‌کردم. همین یک کار کافی بود تا همه چیز فرق کنه، تا مالمون رو با دست خودمون تقدیم آقا دزده نکنیم.